Bad live. Bad live. Bad live. Bad live. Hello guys, welcome to my channel. دیگه بس این چیلنج بازی فکر کنم برای دومین ویدیو. آره ویدیوهای قبلی یادتون باشه مامبل بندری ریاکشن رفتیم این بالا مالا فعلا بلد نیستم چجوری میارن شاید داد گرفتم، ولی آره قضیه این شلواره رو اگه نمیدونید برید نگاش کنید. چنل خودتون، چنل خودمون حمایت کنید. Bad live on the beat. آره دیگه خلاصه امروز چی داریم؟ سکسکه از آن ارشیا و متین فتاحی دوتا دیگه که لاوداشو بخونیم ببینیم چیا داره. موزیک ویدیو یا خدا ببخشید. خب بریم با هم یاد بگیریم. مگه قرار نیست با هم یاد بگیریم؟ ببینیم چیه این. Executive. ها؟ Executive. خب اکزیکیتیو پرودوسرش آنارشیا، موزیک پرودوسرش ناتچ و آنارشیا، بیت پرودوسر ناتچ یانگ. این چجوری خونده میشه؟ خب Young Weed. یانگ وید حله. ویژوالایزر اکسترا دریمز M10 اماد بیارزد آرت دیزاین و تریبی ای واسه تریبی قشنگ باید شرقت بدیم. نمیدونم حال میکنم توی لایو دورچی خیلی خفم بود. بس تریبی چی کار دارم میکنم با خودم. دیستریبیوشنش هم YSP منیجمنت نمیدونم مثلا چیه. آقا همین الان با من تو چنل آنارشیا هستم خیلی هایپمون کرد بعد لامصب قشنگ باید مستقیم صحبت کنم. آنارشیا جان میشه توی یوتیوبم تکسو بذاری؟ اصلا میرم جای دیگه گذاشتی؟ آنارشیا یادم رفت این حرکتو داشته باشید همیشه یادتون باشه. شما هم منو همین کارو میکنید با من همین کارو میکنید. سابسکرایب ایول جفتتون رو ساب میکنم. آره همینه. لایک هم میکنم تازه. ویو اوکیه. اینجا بومب اینجا چیز داره. چی داره؟ لیریکس داره، تکستش هست، ولی خب میخوام موزیک ویدیو رو ببینم من که. حالا بریم با هم دیگه بریم چیکار میکنیم. این خود آنارشیاه میدونم. آها ایول زود قضاوت کردم. اینجا ما تکستو داریم، لیریکسو داریم. شرمنده داداش زود قضاوت کردم. پیام ویدیوی امروز چیه؟ زود قضاوت نکنید. سکسکه فیکه خندیدن و شبا همش سکسکه تازگی فهمیدم و خندیدن و تم فیکه همش دارم میکنم. باجه تلفن کافی شاپ فکرم خارج اول از اینا من ندیدم. ایرانه؟ اینجا نوشته کافی شاپ. با خودم چرا زمزمه فکر کنم همه اینا علکی توی فکرته. دور دنیا رم بگرم بازم مثل نیست. خواستم بترشم و دیدم تو با فسری. یه بار نشد حرفمو تو زنه گوه کنی. آینده رو خراب کردی الان بذارش کنیم. فقط جوز نزن و حرف کسچر بهم نگو. مهم نبود هرکی پیشم پشت سرت زر زد و یه بار دعوا کردیم پاره شد چینمو. یادته یه بار دعوا کردیم پاره شد چینمو. یادته یه بار دعوا کردیم پاره شد چینمو. چه ملودی داره میزنه؟ بذار خودم بشنم ببینم چیه. یادته یه بار دعوا کردیم پاره شد چینمو. اوکی دست من نیست خسته شده رو هم قفل ذهنمو. رابطمون چند سالی میشد ولی یه لحظه بود جنگ
رابطمون چند سالی میشد ولی یه لحظه بود. راست میگه حاجی. نه البته من که تجربهشو ندارم. برای من یه لحظه بود ولی چند سال گذشت. ها اینجوری میشه؟ سخت بود دیگه میدونی؟ برعکس این بود فکر کنم. میگن چرا اینجوری بودش و اونم خسته بود. هرچی هم میکشیدم از همین گل سمه بود. میکشمش یادم بره حواسم هم پرچه بود. من که ثانیه به ثانیه‌شو حفظ بودم. ببخشیدم اگه چیزی یادم نبود چت بودم. ببین میدونی من این ملودیای جدید فتایی مثلا یک ترکش چیه حاجی؟ ببخشید متین فتایی میتونه بیاره بالا. ای دهنتو سرویس. متین اولیشو برد حاجی. جاسوسه ها یوتیوب هم فکر کنم جاسوسه. با کدوم بود؟ فرش قرمز نبود، شایدم بود. یه لحظه آخرین ریلیزش اینو میگم. هر وقت خواستم بگم اونه فکر کنم. اینم ناچه. هر وقت خواستم بگم چقدر اینم همونه. میبینی چجوری بگم؟ ملودی بیته بعد با همون ملودی داره فلو میاد. ملودیاش همون ملودیای بیته. میگیری چی میگم؟ یادم نبود چت بودم. همیشه هم من تو همه رابطه هم حیف بودم. خودت خوشگل بود. پس اینم بیت هم همین رو میزنه. دیدم اگه چیزی یادم نبود چت بودم. وایسه ببینم حاجی بک وکالا رو میشنوی؟ انگار صدا دورچی میاد. ببخشیدم اگه چیزی یادم نبود چت بودم. اینجا اگه چیزی یادم نبود چت بودم. این به خدا دورچیه. اگه چیزی یادم نبود چت بودم. همیشه هم من تو همه رابطه هم حیف بودم. خودت خوشگل بودی ولی حرفات خیلی زشت بودم. با صدا دورچی میاد. خیلی زشت بودم. تو که سرت میشنوید یه افکت رادیویی طوره. تلفن قدیمی طور. حتی خودش هم میتونه بزنه ها. چرا دارم دست کم میگیرم؟ 2 تیر و 2 ده همه شونه رفت و پیش و شبای حال کیری اکی هم گایدش شد چفت نوکی هم گایدش شد چفت ترم سیری. آره میتونه بزنه. درد میکرد حافظم و بگا دادی مثل رمه هندیکم. چرا خب یه پیش نیاز نداره اینکه بگی مثلا حافظم و بگا دادی این رمه هندیکم. نمیدونم پیش نیاز به نظر شما نیاز نداره؟ اصلا از این هندیکم حرف میزد بعد میگفت. دارم سخت میگیرم. رمه هندیکم بگه همچی راحت بگم. یه هندیکم نداشتیم که ما. نه که بگم مثلا فاکینگ شقه از کلمه نه که بگم حاجی مثلا من خیلی بچه مایم و اینا. هندیکم هم داشتم. رم میخورد مگه اصلا از این چیزا؟ من یه هندیکم داشتیم مثلا فاکینگ عروسی مامبا مونده بود. نوار میخورد. نوار کاست میخورد. ندارم اینجا. نه حاجی نوار میخورد. چرا اومدم بالا؟ آره خوشگل چت بودم. همیشه هم من تو همه رابطه هم حیف بودم. خودت خوشگل بودی ولی حرفات خیلی زشت بودم. تو که سرت واسه دعوا با من درد میکرد. حافظم و بگا دادی مثل رمه هندیکم. این مشکلا کوچیکن و همش یه روز حل میشن. تو هم فقط بگذر ازم منم خودم رد میشم. میکنم جدیدن و شب و همش تازگی فهمیدم و خندیدناتم فکر همش دارم میکنم با خودم چرا زنم. فکر کنم همه اینا علکی توی فکرته. دور دنیا رو بگرم بازم مثلی. با من خواستم بترشم و دیدم تو با فکری. یه بار نشد حرفامو تو زنگاه تلفنی. باید نرو خراب کردی الان بذار بمب
حاجی نسخش شدم، مونده چیزش ملودیش تو ذهنم. ببین اول یه صحبت بکنم درباره این مسئله. تو هم با من باش، اگه با من نیستی عوض کردم مثلا حواست بیشتر جمع شه. آره عقده شدم در واقع. ببین این ملودی باحاله ها، ولی خیلی شبیه بیته. من با ریلیز قبلیش هم این مشکل رو داشتم، میدونی؟ هر وقت خواستم همون فرش قرمز. این چجوری بگم، ملودیش یه ذره عمو پورنگ تایپه. شرط به ویدیوی قبلی، دوباره تو ویدیوی قبلی هم از عمو پورنگ اسم بردم. میدونید چی میگم؟ یه ذره ملودیش پاپیولاره دیگه، نمیشه چیز خاصی گفت. نیش نیست حاجی. چه کلماتی دارم بکنم میبرم، اسکی خالصی بکنم کلمام. حالا میدونی با مزه از پاپه، یا چجوری بگم، شعراش ملودیش خیلی سکسکه فیکه، میدونی؟ پس حالا گوش کنیم یه بار دیگه از سانکلاد این دفعه گوش میکنم. کاور آرتش رو دوست دارم. Kies voor gaan met je FBTO zorgverzekering. De uitdaging aangaan. Lekker schaatsen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Met je FBTO zorgverzekering met scherpe premie en aanvullende modules weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO. Sexake is out on all platforms. خیلی موزیک بمبه ها. به این موزیک خیلی بمبه ها. من میدونی ارتباطم اینجوریه که من متین و قبلا اینجوری بود که فلوهای ترپی میزد، مثلا خیلی هاردکور تور بود، میدونی چی میگم؟ الان ولی نرمه، ولی خب اینم بامزه است. انا شبا همش سکسکه، تازگی فهمیدم و خندیدناتم فیکه که همش دارم میکنم با خودم، چرا زمزمه فکر کنم همه اینا علکی توی فکرته. دور دنیا رم بگردم بازم مثل نیست، من خواستم بتشم و دیدم تو با فس شدی. یه بار نشد حرفمو تو زن گوه چک کنی، آینده رو خراب کردی الان بذارش کنی. فقط جوز نزن و حرف کسچر بهم نگو، مهم نبود هر کی پیشم پشت سرت چه. یادته یه بار دعوا کردیم پاره شد چینمو، دست من نیست خسته شده روحم قفل ذهنمو. رابطمون چند سالی میشد ولی یه لحظه بود، میگن چرا اینجوری بودش و اونم خسته بود. هرچی همی کشیدم از همین گل سمه بود، میکشمش یادم بره حواسم هم پرشه زود. من که ثانیه به ثانیه‌اش رو حفظ بودم، ببخشیدم. مشکل داری تو نفهمیدنش؟ مثلا داری میگه میکشم که حواسم پرچه دیگه یادت نیفتم. خیلی لیریک اسموته، یعنی نرمه، سافته، میتونی بفهمیش چی داره میگه. اگه مشکل داری تو کامنت ها بهم بگید، اگه نمیفهمید چی میگه من بیشتر و بهتر توضیح بدم. خودم دارم میگیرم چی میگه. بعد اصلا بعضی موقع نباید مسئله رو بذاری روی دونستن، بعضی موقع فقط باید گوش کنی و بگذری. میدونی چی؟ بریم بقیه‌اش. یه چیزی یادم نبود چت بودم، همیشه هم من تو همه رابطه هم حیف بودم. خودت خوشگل بودی ولی حرفات خیلی زشت بودن، تو که سرت واسه دعوا با من درد میکرد. حافظمو بگا دادی مثل رمه هندیکم، این مشکلا کوچیکن و همش یه رو. من هندیکمو نمیبینم اینجا. من که ثانیه به ثانیه رو حفظ بودم. حل میشن تو هم فقط بگذر ازم، منم خودم رد میشم. میکنم جدیدن و شب و همش سکسکه، تازگی فهمیدم و خندیدناتم فیکه. همش دارم میکنم با خودم، چرا زمزمه فکر کنم همه اینا علکی توی فکرته. دارم بگرم بازم مثل نیست، با من خواستم بتشم و دیدم تو با فس شدی. یه بار نشد حرفمو تو زن گوه سیف کنی، آینده رو خراب کردی الان بذارش کنی. جنگ بمب آقا، ولی یادتون نره ها، یادتون نره اگه ترک بعدی شت حاجی من اینجا این پیش بینی رو کردم، یادتون باشه ها، نبیرم جای دیگه کسی دیگه گنده گوزیشو کنه. دورچی میاد تو لایو نیما دیداب چی میگه؟ میگه که
2 هفته دیگه من ترک دارم بعد اون ریلیز کلافگی 2. خب بعد اون ریلیز کلافگی 2 میاد میگه من 2 هفته دیگه ریلیز دارم. خب اینجا ما الان کیو داریم؟ متین فتاحی رو داریم. بعد من زیرش بک وکالا و هاما و ادلیب که منم خب بدلیبم بچهای گل اگه نمیدونید. آره ادلیبای دورچی رو میشنم، بکای دورچی رو میشنم. اگه ترک بعدی دورچی باشه کاپشو باید بدیم به من، حدسش کار خودم بوده. آنرشی اگه میبینی بیلاخ طلایی بهم بده. مرسی. عشق کردیم مترک. شراوت به همه دستندر کاران این پروژه، به امید پروژه های بهتر و بیشتر. و طبق رسم همیشگی میایم چیکار میکنیم؟ آنرشیا متین فتاحی آنرشیا جان فالو میکنیم، قلب، کامنت هم میذاریم. کجاش کامنت بذارم؟ حال کردم. فکر کنم همه دناتم فیکه، همه منم خودم رد میشم میکنم جدیدن و شب و همه سکسه که تازگی فهمیدم اون خنده هاتم فیکه که اون خنده هاتم فیکه که اینم از این. اینو دارم چی کار میکنم؟ چرا دارم این کارو میکنم؟ برای اینکه تو هم منو لایک کنی، کامنت بذاری، ساب کنی. کارماش میخوام بهم برگرده. بیاین بهم ثابت کنید، اونایی که به قانون کارما اعتقاد دارن بهم ثابت کنید قانون کارما وجود داره. اوکی؟ متین فتاحی هم یادمون رفت انجام بدیم. فقط فتاحی دارم، بذار ببینم. نه نمیتونم. اینم فالو متین فتاحی، فرش قرمزم لایک میکنم همینجوری رندوم چون یه شراوت دادیم به اون ترک. خلاصه که عشقید. بدلیب این وره بدلیب واسه درباره لوگوم هم یه نظر بدید کلن، چون نمیتونم دایره بکشم. میبینید چپولیه. آره خلاصه که عشقید. فعلا تا ترک بعدی نمره بدم. یه صدای تو گوشم گفت نمره بده. نمره که من میدم 8. خیلی دوست داشتم پروژه رو. اگه کچر بود که میگفتم این کچره. میدونی چی میگم؟ 8 میدم بهش. بای بای.